سفر کردم که از آدم داری دیدم نمیشه سفر کردم قلبونت بمونم جانم اول فلوکه رو بس نکن ببینم بازش نکرد خب باز کن اون شیمیده بادی خطرناکه بازش کرده فروشی ببر خوبه همین رو بذارش هفت تا برم رویش عالیه بذارش خب الان این حرکت کرد رو پایین باید پر بشه اوله یه ریزی میره نه خب دیگه پر بشه تو میشه تا اون لبش دیگه بشین اون لبش دیگه که میره پایین کدوم؟ بشین این لبه میره پایین هستیم؟ جان دارم چیه؟ این پی سی ویه این توی ایستگاه باز این سمتی که الان تو داری می‌بینی سمت خروجیشه این سمتی که پایین رو زمین سمت ورودیشه پی سی وی ماهیتش اینه به میزان فلوی که توی خروجی تو ازش میکشی برات باز میشه یعنی تو یهو بخوای بیشتر بکشی خب بیشتر بهت میده چجوری این کار انجام میشه از طریق فیدبکی که از سمت خروجی میاد روی پایلوت هایی که روی پی سی وی هستش میفهمه که تو داری بر اساس ست پوینتی که تعیین کردی تا اون محدودی ست پوینت خودت مثلا تو ایستگاه دیدی روی 50 بار میزننش دی اس ویش که بزنه رو 50 بار تنظیمش میکنن پایلوتشو رو 50 بار تنظیمش کنن تو به میز تا زیر 50 تا خود 50 تا مجاز هستی ازش فلو بکشی بارش رو دارم میگم ولی فلو چیز دیگه است تا هر چقدر بکشی اون فشاره تا زیر تا خود 50 به فلو میده بر اساس اون تا هر چقدر ازش بخوای این باز میشه این پلاگشه